سلام دوستان، من مبینم و این اولین ویدئوی کانالمه. میخوام امروز یه دونه VPN براتون معرفی کنم به نام وارپ VPN که هم نسخه اندروید داره و هم نسخه ویندوز. این نسخهش فقط کار میکنه. این نسخه رو براتون داخل کانال تلگرام گذاشتم. لینک کانال تلگرام داخل دیسکریپشن هست، میتونید بیاین از اونجا دانلود کنید. دوستان این VPN برای بازی عالیه، برای وبگردی عالیه، کلا برای همه چیز عالیه. و هم تست از یوتیوب میگیرم براتون، هم تست از بازی فری فایر رو براتون تست میگیرم، تست پینگ. بریم برای تست. اول میریم برای موبایل، صفحه موبایل منه، اینم VPN مونه. وارد VPN میشیم. الان خوش کنم من VPN رو. بس شده اینو که بزنید یه چند لحظه طول میکشه براتون. بعد از چند لحظه زنه اینترنت شما خصوصی است و وصل می‌ریم برای تست یوتیوب. میگه که با بالاترین سرعت یوتیوب اجرا میکنه و کاملا اوکیه. خب این از این دوستان، این از این و بریم برای نسخه ویندوز. فقط من یه نکته بهتون بگم دوستان، این VPN یه نکته کوچیک داره و اون نکته اینه که سیم کارت شما برای موبایلی که تک سیمن هیچ، کلا برای موبایلی که دو سیمن باید حتما اینترنتتون روی سیم کارت یک باشه. من اینو الان دارم با اینترنت ایرانسل تست میکنم و همراه اول و رایتل هم اوکیه. بعد سیم کارتتون حتما سیم کارتی که روش اینترنت میگیرین سیم کارت یک باشه تا این VPN کار بکنه. حالا نمیدونم، شاید برای بعضیام کار بکنه، ولی من تا اونجایی که من تست کردم باید حتما سیم کارتتون سیم یک باشه. الان میریم برای نسخه ویندوز. نسخه ویندوز اینجا رانش میکنیم، اینستال نصب بشه برامون. چند لحظه بامیسیم. خب همونطور که دیدیم نصب شد نسخه ویندوز برامون و این پایین برامون اومد. اینجا قوانینشو میپذیریم، رد میشیم، میایم قسمت مثل همون موبایل دقیقا میزنیم روی این شبکه شما خصوصی هست تمام. دیگه داخل یوتیوب اول از یوتیوب ببینیم کاملا اوکیه، اجرا میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. بعد میریم داخل بلوستکس برای تست بازی فری فایر و تست پینگ. چند لحظه ببخشید بذارین اجرا بشه بازی. چند تا نرم افزار با هم داره اجرا میشه. سیستم سنگینه. آره آپدیت داده بود، دانلود کنم آپدیت داده. آپدیت میشه اینجوری میشه. آپدیت چند بار رو همین دانلود بزنی اوکی میشه. ببخشید بازی اجرا شد برامون کاملا اوکی. میریم ترنینگ، تست پینگ. دوستان من تصویر رو فول اسکرین کنم ببینیم کامل. میبینید پینگ بازی بین 90 تا 120 چیزاست. پینگ داخل بازیشم واقعا عالیه همونجور که میبینید. این هم از تست پینگ بازی. ممنون. دوستان من تازه شروع کردم، لطفا حمایت کنید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.